امیدوارم که خوب باشین. امروز یکم روز به نسبت سختیه برای من، بخاطر اینکه من کارت هولدرم و اون کیف پولی که همه کارت‌های بانکی و شناسایی توش بوده رو گم کردم و اینو متوجه نشده بودم، چون خیلی جاها اینو با خودم نمیبرم. بعد از آخر هفته و بعد از شروعی‌های تولد و اینا احساس کردم که 2-3 روز من کارت هولدرم رو ندیدم و وقتی رفتم نگاه کردم دیدم نیست، هر جایی رو گشتم نیست و متاسفانه فکر کنم یه جایی افتاده، گمش کردم. برای همین دارم میرم آخرین جاهایی که رفته بودم متفاوت زنگ میزنم، اگه جواب ندادن بعد حضوری میرم، بعد اگه نشد بعد از ظهر میرم سرویس اونتاریو و مجبورم برای 2 تا از کارشناسایی‌ام درخواست الموسنا بدم و این کارا واسه من مرگه، یعنی خود مرگه. برای همین گفتم که شما رو با خودم ببرم که برای هممون مرگی باشه و خلاصه که با هم باشیم امروز دیگه. علاوه بر اون امروز و فردا 2 تا روز آف منه، قراره که یه سری اکتیویتی جالب برای خودم پیدا کنم و ولاگ بگیرم این 2 روز رو. پس با من همراه باشیم. بچه ها یهویی در عرض چند ثانیه تاریک شد، بارون گرفت، اصلا یه چیز عجیبی. حالا الان تو ویدیوهات گرفتم، نمیدونم چقدر معلومه ولی اصلا خیلی باحال شد و من 2 روزه فاز پاییز گرفتم. ذوق دارم، من عاشق حال و هوای پاییز و نمیدونم شم و کدو حلوایی و از این چیزا. اصلا 2 روز حس پاییز گرفتم، الان ذوق کردم داره بارون میاد. وای آره، تولدم هم چون خیلی نزدیک هالووینه و پاییزه، کلا اون دوره رو خیلی دوست دارم. خب بچه، من گفتم یه آپدیت بهتون بدم در مورد وضعیت کیف پولم. من وجب به وجب اتاقم رو گشتم و متاسفانه پیدا نشد و به همه دوستام هم گفتم که لطفاً تو ماشیناتون رو بگردین. فقط یه نفر مونده که جواب بده و الان نمیدونم که برم دنبال الموسناش سریع‌تر یا یه ذره دیگه وایسم شاید یه نفر پیدا کنه یا یکی یه چیزی بهم بگه، نمیدونم. ولی فعلا یه اکتیویتی کوچیک میخوام انجام بدم، اونو انجام میدم. اگه بخوام برم بعدش میرم، شما رو با خودم میبرم. مرحله که رسیدین، یه پارچه، یه کیسه، یه چیزی بردارین، اینو از توی صافی، یعنی از همون کیسه رد کنین، بریزین تو ظرفتون، بعد توی بطری‌های کوچولو کوچولو بر خودتون بذارین. من الان نشون میدم که چیکار میکنم.
امتحان کنیم هر کدومون. خوشگله؟ چیرز. موش خوبه. چیرز. خوبه. وای چقدر ترشه. به نظر من جینجرش کمه. موشو داره ولی طعمشو نداره. بچه ها متاسفانه من مدارکم نیست، هیچ جا نبود و متاسفانه باید برم سرویس اونتاریو و همه رو المثناش رو بگیرم. فقط برام دعا کنین، دارم میگیرم از استرس. شکرت مامانم رو دارم اینجا. مامان خدا رو شکر دارمت. مامان خودی شده. باورم نمیشه انقدر ترافیکه که نگو. من فقط این ترافیک رو تو داونتاون دیده بودم، اینجا اصلا تو این خیابون به این شدت ندیده بودم. شانس منه. شانس مایه. بچه ها آپدیت، متاسفانه من نرسیدم به سرویس اونتاریو چون ساعت 4:30 بعد از ظهر تعطیل میکنن و ما توی ترافیک وحشتناک گیر افتادیم. در نتیجه باید فردا برم. من از سرویس اونتاریو برگشتم دست از پا درازتر، همونطور که میدونیم، و از اونجایی که من فستم باید شاممو بین ساعت 6 تا 7 بخورم جدا از بقیه. از هیچ کم الان خونه نیست، فقط من هستم و بعد الان برای خودم شام درست بکنم. ولاگ امروز کلن شد آشپزی، فقط از صبح و ظهر و شب. خلاصه که دارم با هرچی که توی یخچال داریم یه سالاد درست میکنم. اینا رو قبلا مامانم شسته بود. اینم یه ذره کلم بروکسل و خیار و یه دونه شلیل و یه کمی اون چیه؟ شیوی و اینم مرغ. الان نمیذارم وا بره، یکم مزه‌دار میکنم، میذارم توی فر با اینا یه سالاد درست میکنم. اینا رو با هم میذارم، یه فیلم روشن میکنم و میبینم عشق میکنم. و من شامم رو میخورم. تنها چیزی که از امروز میخوام بهتون بگم اینه که کارتم پیدا نشد، یعنی کارتام هیچ کدوم پیدا نشد و من نرسیدم به ساعت کاری سرویس اونتاریو که بتونم مدارکمو دو المثناش رو بگیرم. برای این بعد فردا صبح زود برم همونجا، برام هم بانک برم، قراره که خیلی فان باشه. اما اشکال نداره، اینم میگذره و بالاخره چه ایران باشی چه خارج از کشور باشی این اتفاقا به نظرم چیزاییه که تو زندگی لازمه. پستی بلندی‌های زندگیه که ما قدر چیزایی که داریم رو بدونیم. خلاصه که خیلی مراقب باشیم، مراقب خودتون باشیم، مراقب وسیله هاتون باشیم، مثل من نباشین. مرسی که تا اینجا با من بودین، خیلی دوستتون دارم. زود با ولاگ جدید برمیگردم.